اینجا قرار قبل از خواب پادکستی رو گوش کنی که ذهن تو برای دریافت ثروت واقعی آماده میکنه. توی این پادکست خبری از حرفهای شلوغ و انگیزه های زودگذر نیست. فقط جملاتی آرام، عمیق و هدفمند هستن که کمک میکنه باورهای محدود کننده شما کم کم از بین بره. در طول شنیدن ذهنت یاد میگیره چطور آروم به سمت فراوانی حرکت کنه و چطور بدون فشار مسیر رشد و ثروت رو در خودش فعال کنه. این پادکست برای گوش دادن قبل از خوابه، جایی که ذهن ناخودآگاهت آماده پذیرش تغییره. پس فقط گوش کن و اجازه بده تغییر اتفاق بیفته. ثروت فقط عددی در حساب بانکی نیست. ثروت یعنی آرامشی که صبحا با اون بلند میشی و انتخاب‌هایی که از روی اجبار نیست. ثروت یعنی زمانی که مال خودته و فروخته نشده به اضطراب و نگرانی. خیلی ها فکر میکنن که ثروت یعنی داشتن پول بیشتر، اما حقیقت اینه که ثروت از طرز فکر شروع میشه. از لحظه‌ای که تصمیم میگیری مسئول زندگی خودت باشی، رشد کنی و هر روز یک قدم به جلو برداری. ثروت یعنی بلد باشی ارزش خلق کنی، نه فقط برای خودت بلکه برای دیگران. این مشکلی رو حل میکنی وقتی که اثر مثبتی داری، پول خودش رو پیدا میکنه. دوست من، همیشه یادت باشه ثروت یه مقصد نیست، یه مسیر آگاهانه است. مسیر کسیه که جرأت متفاوت فکر کردن داره و هر روز حتی کوچیک اما مداوم به سمت جلو حرکت میکنه. ثروت از جایی شروع میشه که شما ذهنتون رو فقیر نگه ندارید. خیلی از آدم ها فقیر هستن اما مشکل اصلیشون پول نیست. مشکل اونها باورهای محدود کننده ایه که سالها با خودشون حمل میکنن. ثروتمند بودن یعنی اینکه اجازه ندی ترس تصمیمات رو کنترل بکنه. یعنی بدونی که اشتباه کردن بخشی از مسیره و پایان راه نیست. آدم‌های ثروتمند هر چه سریعتر شروع میکنن، حتی وقتی که همه چیز کامل نیست. و از همه مهمتر ثروتمند بودن یعنی اینکه بدونی زمانت رو دقیقاً کجا خرج کنی، با چه کسانی باشی و روی چه چیزهایی تمرکز کنی. و به خاطر داشته باش محیط اطرافت و کسانی که با اونها هستی مهمترین نقش رو توی موفقیتت داره. اگر هر روز فقط یک قدم کوچیک برداری، فردا جایی بیدار میشی که دیروز رویاهاشو میدیدی. و یادت باشه ثروت از درون ساخته میشه و در بیرون دیده میشه. ثروت همیشه فریاد نمیزنه، بلکه گاهی اوقات خیلی آروم وارد زندگیتون میشه. وقتی که یاد میگیری عجله نکنی و به جای نتیجه روی مسیر تمرکز کنی. آدم‌های ثروتمند صبر رو تمرین کردن، نه به خاطر اینکه کند بودن، بلکه به خاطر اینکه میدونستن هر چیزی زمان خودش رو داره. ثروت یعنی بتونی نه بگی به چیزهایی که تو رو از رویاها دور میکنه و بتونی بله بگی به رشد، حتی اگه خیلی سخت باشه. گاهی بزرگترین سرمایه گذاری باور به خودته، همون چیزی که باعث میشه ادامه بدی زمانی که هیچ کسی تشویقت نمیکنه. و یادت باشه ثروت یک اتفاق نیست، نتیجه انتخاب‌های کوچیکیه که هر روز تکرار میشن. پس همیشه آگاهانه انتخاب کن و بلافاصله شروع کن. خیلی ها فکر میکنن ثروت یعنی یه روزی یه اتفاق خیلی بزرگ میفته، اما واقعیت اینه که ثروت نتیجه کارهای کوچیکیه که هر روز تکرار میکنی، حتی اگه حالشو نداشته باشی. افراد موفق منتظر انگیزه نمیمونن، اونا اول شروع میکنن و انگیزه بعد به سراغشون میاد. چون اونا میدونن انگیزه مهمونه ولی نظم صاحب خونه است. ثروت یعنی وقتی که حوصله‌شو نداری بازم یه قدم کوچیک برداری، نه به خاطر اینکه ثروتمند شی، برای اینکه به آدمی تبدیل بشی که لیاقتش رو داره. خیلی ها دنبال مسیر میانبرن، اما مسیر واقعی اونی که هر روز داری روش راه میری، بی سر و صدا و بی ادعا. یادت باشه ثروت واقعی بی سر و صدا و آروم میاد، اما وقتی اومد موندگاره. دقت کردی بعضی از آدم ها همیشه یه بهونه دارن؟
اگر پول ندارن تقصیر اقتصاده، اگه وقت ندارن تقصیر شرایطه، و اگه جلو نمیرن تقصیر بقیه است. اما آدمای ثروتمند یه فرق مهم دارن. اونها مسئولیت زندگیشون رو به عهده میگیرن، حتی زمانی که مقصر نیستن. ثروت از جایی شروع میشه که دیگه دنبال مقصر نمیگردی، بلکه دنبال راه حل میگردی. اون لحظه که با خودت میگی باشه شرایط سخته، اما من باید چی کار بکنم، دقیقا همون جاست که ورق برمیگرده. دوست من، همه نمیتونن شرایط رو عوض بکنن، اما میتونن واکنششون رو تغییر بدن. و باور کن زمانی که واکنشت عوض بشه، کم کم زندگیت هم تغییر میکنه. ثروت دقیقا از همون جا شروع میشه، از جایی که به جای غر زدن تصمیم میگیری که رشد کنی. بیشتر آدما فکر میکنن که پول از بیرون میاد، از شانس، از آدمها، از موقعیتها. اما واقعیت اینه که پول اول از درون ساخته میشه، از طرز فکری که اجازه نمیده تسلیم شی، از ذهنی که به جای بهونه به دنبال راه حله، از باوری که میگه من میتونم حتی اگه سخت باشه. ثروت یعنی بتونی به خودت اعتماد کنی، حتی زمانی که هنوز نتیجه معلوم نیست، وقتی که حتی اطرافیانت هم شک دارن. آدم ها معمولا درست قبل از نتیجه جا میزنن، درست همون جایی که فقط یک قدم باقی مونده. اگر امروز خسته ای اشکالی نداره، فقط متوقف نشو و یادت باشه پول به آدمی میرسه که صبر داره، رشد میکنه و به مسیرش وفاداره. تا حالا دقت کردی بعضی از آدم ها همیشه در حال آماده شدنه، میخوان اول همه چیز کامل باشه، همه چیز بی‌نقص و بعد شروع کنن. اما حقیقت اینه که هیچ کس با آمادگی کامل شروع نکرده. ثروت برای کسانیه که وسط نداشتنها شروع به حرکت میکنن، نه اونهایی که منتظر شرایط ایدئالن. شروع کردن یعنی پذیرفتن ناقص بودن، یعنی اینکه اجازه بدی مسیر خود تو رو بسازه. خیلی وقتها لازم نیست بهترین باشی، فقط باید مداوم باشی. حتی اگر خیلی آروم حرکت میکنی، خیلی جلوتر از کسایی هستی که وایسادن و منتظرن. یادت باشه ثروت به کسی میرسه که جرأت شروع کردن داره، نه به کسی که فقط رویاشو میبینه. بعضی وقتا فکر میکنیم اگر پول بیاد حالمون بهتر میشه، اما واقعیت اینه که اول باید حالت خوب بشه تا پول بتونه وارد زندگیت بشه. ذهن خسته فرصت رو نمیبینه، ذهن شلوغ تصمیم درست نمیگیره. برای ثروتمند شدن اول باید ذهنتو مرتب کنی. ثروت از آرامش شروع میشه، از جایی که یاد میگیری دیگه با خودت نجنگی، از جایی که بفهمی هر چیزی زمان خودش رو داره. بعضی ها اونقدر عجله دارن که مسیر رو گم میکنن، اما آدم های موفق با حوصله جلو میرن و به همون جایی میرسن که باید. یادت باشه ثروت به کسی میرسه که هم بلد باشه بدوه و هم بلد باشه مکث کنه. ثروت یعنی تعادل، نه فشار نه فرار. تا حالا دقت کردی بعضی از آدم ها بدون اینکه خیلی دیده بشن پول در میارن؟ نه شوآف دارن نه حرفای انگیزشی میزنن، ولی آخر ما حسابشون پره. اما واقعا راز کارشون چیه؟ اینجور آدم ها فهمیدن ثروت همیشه توی سخت کار کردن نیست، بلکه توی هوشمندانه کار کردنه. مثلا به جای اینکه فقط به دنبال پول باشن، به دنبال مسئله میگردن، چون میدونن هر جایی که مسئله و مشکل باشه پول هم همونجاست. یکی مشکل وقت مردم رو حل میکنه، یکی دردسراشون رو و یکی حوصله نداشتن هاشون رو. ثروت یعنی اینکه بفهمی مردم دقیقاً از چه چیزی فرار میکنن و تو برایشون راه فرار بسازی. نه لازم نابغه باشی نه خاص، فقط باید بلد باشی گوش بدی و هوشمندانه وصل کنی.
و نکته باحال ماجرا اینجاست که بیشتر آدم‌ها دنبال پولن، اما پولدارها دنبال ارزش. اکثر آدم‌ها فکر میکنن که اشتباه یعنی عقب‌گرد، ولی واقعیت اینه که بیشتر پولها از دل همین اشتباهات بیرون میان. نه از اشتباه نکردن، از درس گرفتن بعد از اشتباهات. خیلی ها وقتی یک بار ضرر میکنن تا آخر عمر میترسن که دوباره حرکت کنن، اما آدمای پولدار این ضرر رو مثل شهریه میبینن، شهریه‌ای برای یاد گرفتن. اشتباه کردید، باشه، طبیعیه، اما اگر اون اشتباه رو 10 بار تکرار بکنی دیگه اسمش تجربه نیست، بی‌توجهیه. پول رفیق کسیه که جرأت نگاه کردن به اشتباهاشو داره، نه کسی که همش دنبال مقصر میگرده. و یه حقیقت تلخ اما قشنگ، اگر هیچ وقت اشتباه نکردی احتمالاً هنوز وارد بازی نشدی. پس اگه امروز زمین خوردی بلند شو، شاید این نقطه همون جایی باشه که مسیر زندگیت عوض بشه. بیشتر آدما نه به خاطر نداشتن پول، بلکه به خاطر ترسه که پولدار نمیشن. ترس از قضاوت، ترس از شکست، ترس از این که اگه نشد چی. این ترس ها آرومن، فریاد نمیزنن، ولی بی صدا و ترمزهای زندگیتو میکشن. ترس باعث میشه که ایدئات رو نگه داری، حرف نزنی و همیشه یک کلمه بعدن توی جیبت داشته باشی. ولی حقیقت اینه که ترس هیچ موقع از بین نمیره، ولی کوچیک‌تر میشه زمانی که شروع به حرکت میکنی. پول به سمت کسی میره که با وجود ترس قدم برمیداره، نه به دنبال کسی که منتظر شجاع شدنه. شجاعت یعنی با وجود ترس حرکت کردن، نه نابود کردن ترس. پس اگه الان ترسیدی بهت تبریک میگم، تو نزدیک به رشدت هستی. بیشتر آدما نه به خاطر بیپولی بلکه به خاطر مقایسه حالشون بده. یکی ماشین میخره، یکی سفر میره، یکی زودتر به مقصد میرسه و یهو به ذهن ما میرسه که من عقبم. اما واقعیت اینه که تو بخش کوچیکی از زندگی دیگران رو میبینی. تو نه مسیرشون رو میبینی، نه فشارهاشون رو و نه شبهایی که خواب نداشتن. مقایسه کردن تمرکزت رو میدزده، باعث میشه به جای ساختن مسیر خودت توی مسیر بقیه قدم بزنی. پول وقتی میاد که تو با دیروز خودت رقابت کنی، نه با نسخه فیلتر شده زندگی بقیه. یادت باشه هر کسی زمانبندی خودش رو داره. تو دیر نیستی، فقط تو مسیر خودتی. و ثروت زمانی میاد که تو از مقایسه کردن دست بکشی و شروع کنی به ساختن مسیر زندگیت. ساعت 2 نصف شبه، نور گوشی روی صورتته، همه خوابن جز افکارت. نه بدهکاری ازتت میکنه، نه بیپولی مطلق. مسئله یه چیز دیگه است. این حس که میتونستم بیشتر باشم. اینجا دیگه پول فقط پول نیست. پولی که بهت یادآوری میکنه چقدر از خودت عقب افتادی. تو خسته ای، ولی نه از کار، از تکرار. این که هر روز شبیه دیروزه و فردا هم قرار شبیه امروز باشه. هیچ کس نگفته که پول قرار خوشبختت کنه. پول مثل یه چراغه، روشن میکنه تا ببینه کجای مسیری. بعضی‌ها وقتی پولدار میشن خود واقعیشون لو میره و بعضی‌ها هم تازه پیداش میکنن. سوال اصلی این نیستش که من چقدر پول در میارم، بلکه سوال اینه که اگه دیگه مسئله مالی نبود جرأت داشتی خودت باشی؟ شاید ثروت واقعی از همین سوال شروع بشه. همه میگن وقت طلاست، اما رفتارمون طوریه که انگار هممون وقت بی نهایت داریم. پول رو میشه از دست داد و دوباره ساخت، اما زمان حتی یک لحظه‌ش هم نمیشه برگردون. و عجیب اینجاست که اکثر آدم‌ها زمانشون رو مفت میدن، اما سر پولشون چونه میزنن. ساعتها زمانشون رو صرف چیزهایی میکنن که بعدن حتی یادشون نمیمونه چی بودن و بعدن میگن چرا پیشرفت نکردیم. ثروتمندها زود میفهمن که پول نتیجه احترام به زمانه، نه بیشتر دویدن بلکه دقیق خرج کردنه.
وقتی که بدونی زمانت رو کجا و برای چه چیزی صرف کردی، پولت راهش رو پیدا میکنه. و شاید بزرگترین ثروت اینه که شب بخوابی و بدونی زمانت رو برای چیزهای بیهوده صرف نکردی. گاهی اوقات آدم تنهاست، نه به خاطر اینکه کسی دور و برش نیست، بلکه به خاطر اینکه کسی نمیفهمتش. و پول نقش عجیبی داره. گاهی فکر میکنی اگر بیشترش رو داشته باشی کمتر تنهایی، ولی بعضی وقتا کاملا برعکسه. و هرچی جلوتر میری کمتر میتونی از دردات حرف بزنی و کمتر میتونی واقعی باشی، چون بیشتر آدم ها داشتهات رو میبینن، نه حال دلت رو. و تنهایی واقعی زمانیه که وسط شلوغی کسی رو نداری که بتونی خود واقعیت باشی. پول میتونه فاصله بسازه اگه یادت بره انسان بمونی، اما اگر بلد باشی میتونه بهت حق انتخاب بده. انتخاب این که با چه کسی باشی، نه از روی نیاز بلکه از روی خواستن. و شاید ثروت واقعی همینه که بتونی تنها باشی بی اون که احساس تنهایی بکنی. قدرت همیشه صداش بلند نیست، بعضی وقتها فقط یه انتخابه، اینکه حرف بزنی یا سکوت کنی. پول بهت قدرت میده، اما همزمان امتحانت هم میکنه و میپرسه وقتی میتونی همه چیز رو بخری هنوز بلدی نه بگی؟ خیلی وقتی پولدار میشن کم کم شبیه چیزی میشن که قبلا ازشون بدشون میومد. قدرت آدم ها رو عوض نمیکنه، آدم ها رو عریان میکنه. اونی که توی فقر تحقیر میکرد با پول تحقیرش بلندتر میشه، و اونی که فروتن بود فقط انتخاب‌های بیشتری پیدا میکنه. پول یه آینه است، نه خوب نه بد، فقط نشون میده کی هستی وقتی دیگه مجبور نیستی تظاهر کنی. و شاید عمیق‌ترین قدرت اینه که وقتی میتونی بالا بایستی تصمیم بگیری که دست یکی رو بگیری. بعضی از آدم ها دنبال پول نیستن، دنبال کنترلن. کنترل آینده، کنترل ترس، کنترل این احساس که نکنه یه روز کم بیارم. پول برای خیلی های دیواره، میسازنش تا پشتش قایم شن. اما حقیقت اینه که هرچی بیشتر بخوای همه چیز رو کنترل بکنی، زندگی بیشتر از کنترلت خارج میشه. پول میتونه به تو انتخاب بده، ولی نمیتونه آرامشت رو تضمین بکنه. بعضی ها اونقدر دنبال امنیت مالی هن که یادشون میره زندگی کنن، و بعضی ها اونقدر آزاد زندگی میکنن که یادشون میره فردایی هم وجود داره. تعادل همون جاییه که کنترل تموم میشه و اعتماد شروع میشه. شاید ثروت واقعی این باشه که بتونی رها کنی، اما نه از سر بیخیالی بلکه از سر آگاهی. و وقتی فهمیدی همه چیز قابل کنترل نیست، اون زمانیه که واقعا قوی شدی. بیشتر ترس ها از نداشتن نیست، ترس از دست دادن. وقتی چیزی رو نداری فقط آرزو میکنی، اما وقتی بهش میرسی میترسی که نکنه از دست بری. پول هم همینه، اول دنبالش میدوی و بعد که بهش نزدیک میشی شروع میکنی به مراقبت افراطی. یه جایی ترس جای لذت رو میگیره، دیگه از داشتنش خوشحال نیستی، فقط میخوای از دستش ندی. ترس از دست دادن آدم رو محتاط نمیکنه، کوچیک میکنه. تصمیم ها کوچیک میشن، رویاها جمع میشن، دل جرأت نمیکنه جلو بره. اما حقیقت اینه، چیزی که با ترس نگه داری بالاخره با ترس هم از دست میره. ثروت واقعی وقتی شروع میشه که بفهمی هیچ چیز واقعا مال تو نیست، حتی پول. اون وقتی که آزاد میشی از ترس، از چسبیدن، از لرزیدن برای فردا. و آزادی گرونترین دارایی آدم. ثروت نتیجه پشتکار و استمرار توست. هر قدم کوچیکی که امروز برمیداری فردایی تو رو شکل میده. پشتکار باعث میشه ذهن تو روی فرصت ها متمرکز بشه و از هر شکست و هر چالش درس بگیری. هر تلاش، هر یادگیری و هر تصمیم درست تو رو یک قدم به زندگی که آرزوش رو داری نزدیکتر میکنه. ثروت فقط پول نیست،
ثروت یعنی توانایی خلق زندگی بهتر، آزادی انتخاب و آرامش ذهن. وقتی پشتکارت رو با ایمان و صبر ترکیب می‌کنی، ذهن ناخودآگاه تو آماده جذب فرصت‌ها و موفقیت‌ها میشه. تو شایسته بهترین ها هستی و هر روز با پشتکار و مداومت به سوی فراوانی و ثروت حرکت می‌کنی. پول میتونه همه چیز رو بخره جز اعتماد. اعتماد نه به کسی، نه به شرایط، نه حتی به خودت. خیلی‌ها پولدار میشن ولی هیچ وقت راحت نیستن. همیشه شک دارن. همیشه فکر میکنن یه چیزی قراره از دست بره. اعتماد به پول نه به اینکه همیشه دارم، بلکه اینکه وقتی از دست میره هم میتونی نفس بکشی. اعتماد واقعی یعنی اینکه تو خودت کافی هستی، نه عددی که روی کارت بانکیته. پول وقتی ارزش پیدا میکنه که اعتماد به خودت در اولویت باشه، نه نگرانی درباره فردا. و جالب اینجاست، وقتی اعتمادت قوی باشه پول خودش میاد، اما وقتی پول بهانه باشه اعتماد هم با خودش میره و تو میمونی و ترس و عددهای سرد روی کاغذ. بیشتر آدم ها فکر میکنن پول یعنی آزادی، اما حقیقت اینه که خیلی وقتها پول هم میتونه قفس باشه. وقتی وابسته یه پول میشی، هر تصمیمت تحت سلطه اون، هر حرکتت، هر قدمت تحت فشار داشتن یا از دست دادن اون. رهایی از وابستگی یعنی بفهمی پول ابزاره نه زنجیر. میتونه راه بسازه ولی مسیر تو نیست. میتونه آسون کنه ولی خوشبختت نمیکنه. آدمی که وابسته نباشه حتی وقتی که پول نیست آزاد انتخاب کنه، آزاد فکر کنه و آزاده که زندگی کنه. ثروت واقعی از اونجا شروع میشه که وقتی بفهمی میتونی زندگی کنی بدون اینکه به پول بچسبی. اون وقتی که پول برات کار میکنه نه تو برای پول. و وقتی رها شدی میبینی آزادی گرونترین داراییه که پول هم نمیتونه بخرتش. نشستی روی مبل، یه لیوان چایی توی دستت، پول روی کارتت هست، اما احساس میکنی هنوز یه چیزی کم داری. میدونی مشکل چیه؟ همه دنبال پولن تا فردا رو بسازن، ولی یادشون میره امروز رو زندگی کنن. ثروت واقعی اون لحظه‌ایه که میتونی نفس بکشی و بفهمی حتی با کم هم میتونی خوشحال باشی. با پول زندگی تو راحت‌تر میکنی، با پول زمانت رو میخری، اما با پول نمیتونی لحظه ها رو نگه داری. خیلی منتظرن پول جمع بشه که بعد تازه زندگی کنن، اما لحظه ها بی صدا میرن و فردا ممکنه دیر باشه. شاید راز ثروت این باشه، درک این که پول ابزار تجربه است نه هدف نهایی. وقتی اینو بفهمی میبینی واقعی ترین دارایی نه حساب بانکیه، نه دارایی های بزرگ، بلکه همون نفس های امروزته که با آگاهی، با حضور و با انتخاب زندگی میشن. خیلی ها فکر میکنن پول لازمه تا خلاق باشن، اما حقیقت برعکسه. خلاقیت همیشه آزاد و بی قید و شرطه و پول میتونه محدودش کنه. وقتی اجازه بدی سقف درآمدت توی ذهنت قفل بشه، ایده‌هات رو خفه میکنی. اما آدم‌های خلاق میدونن که خلاقیت مهمتر از عدد روی کارت بانکیه. یه تصویر بزن، روی میز دفتر و قلم، یک فنجون قهوه و ذهنی که هیچ مرزی براش نیست. اینجاست که پول فقط بهت کمک میکنه ایده‌هات رو اجرا کنی، نه اینکه تصمیم بگیره چی بسازی. ثروت واقعی اونجاییه که بتونی خلاق باشی بدون اینکه ترس از کمبود تو رو عقب نگه داره. و خلاق پولدار کسیه که میفهمه پول فقط یه ابزاره، اما خلاقیت زندگیه. خیلی‌ها فکر میکنن پول یعنی زندگی راحت، اما واقعیت اینه که راحتی با پول شروع نمیشه، با انتخاب شروع میشه. پول میتونه مسیر بسازه، زمان بخره، فشارها رو کم کنه، اما کیفیت زندگی یعنی بفهمی چه چیزی واقعا مهمه، چه چیزی تو رو خوشحال میکنه و چه چیزی ارزش توجه داره. یه آپارتمان بزرگ، ماشین لوکس یا سفرهای گرون
همشون لزوماً کیفیت نمیارن. تنها چیزی که میتونه کیفیت بسازه آگاهی تو از لحظه است. وقتی بفهمی پول ابزارته نه هدف و میبینی که میتونی زندگی با کیفیت بهتری بسازی حتی با پول کمتر. کیفیت یعنی آرامش ذهن و انتخاب درست و توانایی لذت بردن از آنچه که داری، نه فقط تلاش برای آنچه که نداری. و شاید بزرگترین ثروت همین توانایی که بتونی لحظه ها رو زندگی بکنی با حضور، آگاهی و آزادی، نه فقط با پول. خیلی ها فکر میکنن پول یعنی امنیت، اما حقیقت اینه که پول بدون ریسک فقط یه عدد روی صفحه است. ریسک یه ترسی که پشت هر تصمیم بزرگ پنهونه. هر سرمایه گذاری، هر ایده کوچیک و هر قدم به جلو یه ریسک داره و همون ریسک مسیر رو زنده نگه میداره. آدمای واقعی پولدار ترس از دست دادن پول رو نمیکشن کنار، بلکه یاد میگیرن باهاش زندگی کنن. میفهمن بدون ریسک رشد اتفاق نمیافته و بدون ترس هیچ پاداشی به دست نمیاد. تصور کن یه قایق کوچیک روی دریای طوفانی که ممکنه هر لحظه اون رو واژگون کنه، اما همون دریای طوفانی مسیرت رو میسازه. پول واقعی وقتی ارزش پیدا میکنه که یاد بگیری ریسک رو دوست داشته باشی، نه اینکه ازش فرار کنی. و شاید بزرگترین ثروت توانایی حرکت با ترسه و زندگی با آگاهی توی هر تصمیم. خیلی ها فکر میکنن پول میتونه خوشحالشون کنه، اما پول خودش شادی نیست، فقط یه ابزاره. شادی واقعی وقتی شکل میگیره که بدونی چیزهایی که داری کافی هستن، نه اینکه فقط دنبال چیزهایی باشی که نداری. یک فنجون چای داغ، یه لبخند واقعی، یه لحظه آرامش توی سکوت، همه اینها میتونن گرونترین ثروت باشن، حتی وقتی حساب بانکیت خالیه. پول وقتی ارزش پیدا میکنه که بهت زمان بده. زمان برای زندگی کردن، برای تجربه کردن، برای دوست داشتن، نه فقط دویدن برای داشتن پول بیشتر. شادی واقعی یعنی بتونی لحظه ها رو حس کنی، بدون اینکه همیشه منتظر بعدش باشی، بدون اینکه زندگیت رو گروی پول کنی. و شاید راز ثروت این باشه که پول باید خدمت کننده شادی باشه، نه دیکتاتور زندگی. خیلی ها فکر میکنن پول میتونه همه چیز رو درست کنه، اما روابط واقعی هیچ قیمتی ندارن. پول میتونه فاصله بسازه، میتونه آدم ها رو به هم نزدیک کنه، اما هیچ وقت نمیتونه جای اعتماد و محبت رو بگیره. گاهی با پول میتونی آدم ها رو بخری، اما نه دلهاشون. گاهی با پول میتونی لحظه ها رو بخری، اما نه خاطره های ماندگار رو. ثروت واقعی وقتی شکل میگیره که بدونی روابطت مستقل از پول ارزش داره و فقط پول ابزاریه که گاهی مسیر رو هموار میکنه. یک نگاه واقعی، یک دست گرفتن صادقانه و یک لبخند از ته دل، اینها ثروت‌هایی هستن که هیچ عددی نمیتونه اونها رو بخره. و شاید بزرگترین درس ثروت این باشه که پول میتونه مسیر بسازه، اما انسانیت و رابطه مقصد واقعی هستن. پول وقتی میاد فقط یه عدد روی صفحه نیست، یه چیز دیگه هم میاره. قدرت انتخاب. میتونه مسیرت رو هموار کنه یا حداقل گزینه‌های بیشتری بهت بده. میتونه اجازه بده بگی نه به چیزهایی که نمیخوای و یا بگی بله به چیزهایی که واقعا مهمه. اما نکته مهم اینه که پول خودش آزادی نیست، بلکه ابزاریه برای تمرین انتخاب. کسی که پول داره ولی هنوز تحت فشار زندگی میکنه، هنوز آزادی واقعی رو تجربه نکرده. قدرت واقعی وقتی ظاهر میشه که بتونی تصمیم بگیری با ذهنت و با قلبت، نه فقط با عدد روی کارت بانکیت. پول میتونه دروازه باشه، ولی دروازه رو باید خودت باز کنی. و شاید بزرگترین ثروت توانایی انتخاب درست و زندگی کردن با آگاهی در هر انتخابه. پول میتونه امکانات بسازه، اما زمان چیزی نیست که بتونی بخری. همه میدونن که وقت طلاست، اما اغلبش رو صرف دویدن برای پول میکنن و فراموش میکنن که خودشون هنوز زندن.
پول میتونه مسیرت رو هموار کنه، میتونه فشارها رو کم کنه، اما وقتی زمانت رو از دست بدی هیچ عددی نمیتونه جبرانش کنه. ثروت واقعی وقتی شروع میشه که بفهمی پول ابزاریه برای تجربه کردن زمان، نه هدف نهایی. یک صبح آرام، یک گفتگوی واقعی و یک لحظه بی‌هیاهو، اینها لحظه هایی هستن که هیچ پولی نمیتونه اونها رو بخره. و شاید بزرگترین ثروت توانایی زندگی کردن با آگاهی توی هر ثانیه است و استفاده درست از زمان، نه فقط دویدن برای جمع کردن پول. گاهی قبل از اینکه درباره پول حرف بزنیم باید چند ثانیه ساکت بشیم، نه برای فکر کردن، برای شنیدن صدای خودمون. خیلی وقتا مشکل ما کم پولی نیست، بلکه ترسیه که پشتش قایم شده. ترس از این که اگه نداشته باشیم، اگه دیده نشیم، اگه مهم نباشیم و اگه دیگه کافی نباشیم. پول برای خیلی ها ابزار نیست، یه سپره، یه دیواری برای قایم شدن از ترس ها. اما حقیقت اینه، پول هیچ وقت قرار نبود جای خود ما رو بگیره، اما ما آروم آروم و کم کم بهش تکیه دادیم تا جایی که اگه اون نباشه دیگه ما هم نیستیم. و اینجاست که وابستگی شروع میشه. وابستگی همیشه شبیه زنجیر نیست. گاهی خیلی شیکه، با عددهای درشت، با حساب بانکی مرتب، با ظاهر امن. ولی وقتی تصمیم‌هامون از ترس میاد، نه از آگاهی، ما آزاد نیستیم. خیلی ها فکر میکنن آزادی یعنی پول بیشتر، اما آزادی واقعی یعنی اگه فردا همه چیزت از دست رفت هنوز بدون کی هستی. اگه ارزش خودتو با عدد میسنجی، اون عدد هیچ وقت کافی نمیشه. همیشه باید بیشتر بشه و تو همیشه خسته تر. رهایی از پول به معنی بی پولی نیست، به معنی بی نیازی درونیه. یعنی پول دیگه فرمانده نیست، ابزاره. وقتی اینو میفهمی یه چیز عجیب اتفاق میفته. پول آروم میشه، فشارت کم میشه و ذهنت جا باز میکنه. آدم رها نه ولخرجه نه خسیس. میدونه کی نگه داره، کی خرج کنه و کی دل بکنه. آزادی همیشه پر سر و صدا نیست، گاهی خیلی ساکته، مثل صبحی که با آرامش بیدار میشی یا شبی که بدون اضطراب میخوابی. پول میتونه این فضا رو بسازه، اما فقط وقتی که تو اسیرش نباشی. آدم‌های آزاد میدونن زندگی مسابقه نیست. لازم نیست زودتر برسی یا بیشتر داشته باشی. فقط کافیه خودت رو گم نکنی. رهایی واقعی وقتی شروع میشه که بفهمی هیچ چیزی دائمی نیست. نه پول، نه موقعیت، نه حتی ترسات. و وقتی این رو بپذیری دیگه برای نگه داشتن همه چیز خودت رو خورد نمی کنی. میتونی ثروتمند باشی و همزمان آروم. میتونی موفق باشی و هنوز خودت بمونی. و شاید عمیق‌ترین شکل ثروت اینه که بدونی تو قبل از هر چیزی انسانی، نه عدد، نه دارایی و نه نتیجه. پول میتونه بیاد، میتونه بره، اما اگه خودت رو داشته باشی هیچ وقت فقیر نیستی. گاهی آدم پول داره اما حس میکنه چیزی کم شده، نه کمبود مادی، یه خلأ بی اسم. انگار زندگی جلو میره ولی تو جا موندی. انگار داری موفق میشی اما دلت باهات راه نمیاد. اینجاست که یه سوال آروم میاد سراغه. من دارم برای چی این همه تلاش میکنم؟ پول وقتی معنا نداشته باشه خسته کننده میشه، حتی اگه زیاد باشه. خیلی‌ها فکر میکنن معنا بعد از پول میاد. میگن اول پول بعد حال خوب. اما بعضی وقتا همین طرز فکری که آدمو خالی میکنه. چون معنا چیزی نیست که بعداً اضافه بشه و باید از همون اول توی مسیرت باشه. ما معمولاً پول رو هدف میکنیم چون ساده تره. میشه اندازش گرفت، میشه با بقیه مقایسش کرد. ولی معنا آروم و بی سر و صداست. و وقتی پیداش میکنی که جرأت کنی از خودت بپرسی من واقعا چرا دارم این همه راهو میرم؟ بعضی آدم ها سالها میدون، نه برای رویا، برای فرار از پوچی، از ترس ایستادن،
از مواجه شدن با خود واقعی. اما پول بدون معنا مثل دویدن روی تردمیلیه که مقصد نداره. خستت میکنه اما به جایی نمیرسونتت. معنا از جایی شروع میشه که پولت با ارزشات همراستا باشه، نه لزوما با علاقه، با صداقت. وقتی کاری میکنی که بتونی شب با وجدان راحت بخوابی، وقتی بدونی پولی که در میاری یه زخمی رو کمتر میکنه، یه نوری رو روشن میکنه، یا حتی فقط حال یک نفر رو بهتر میکنه، اونجاست که ثروت عمق پیدا میکنه. آدمایی که معنا دارن حتی وقتی خستن خالی نیستن. حتی وقتی زمین میخورن میدونن چرا دوباره باید بلند شن. و این فرق بزرگیه. پول بدون معنا زود تموم میشه یا زود بیمزه میشه. ولی وقتی معنا پشتشه حتی سختی ها هم قابل تحمله. شاید ثروت واقعی این نباشه که چقدر داری، بلکه این باشه که بدونی چرا داری. و وقتی بدونی چرا، چطوری خودش میاد. و اون وقت پول دیگه مقصد نیست، یه همسفره. بیشتر ترس‌های ما از پول از نداشتن نمیاد، از تموم شدنشه. ترس از اینکه فرصت‌ها محدوده، پول محدوده و الان اگه نگیری دیگه هیچ وقت نوبتت نمیشه. این ترس آروم میاد، بی سر و صدا. خودشو قایم میکنه پشت عجله، پشت رقابت، پشت این فکر که همه دارن میبرن و من جا موندم. وقتی باور میکنی ثروت محدوده، ناخودآگاه تنگ میشی. تصمیمات از ترس میاد، نه از آگاهی. شروع میکنی به چسبیدن به پول، به موقعیت، به هر چی که فکر میکنی شاید آخرین شانسته. ولی ترس هیچ وقت پول نساخته، فقط ذهن رو کوچیک کرده. جالبه، هرچی بیشتر میترسی از تموم شدن، بیشتر احساس کمبود میکنی، حتی وقتی داری. چون مشکل عدد نیست، باوره. باور به این که دنیا علیه توه، که سهم‌ها تقسیم شده و تو باید بجنگی تا یه تیکه برداری. اما حقیقت اینه، ثروت فقط پول نیست، توانایی ساختنه. کسی که بلده بسازه، حتی اگه از صفر شروع کنه، باز راهش رو پیدا میکنه. فراوانی از ذهن شروع میشه، نه از حساب بانکی. وقتی بفهمی دنیا فقط یکی که ثابت نیست، که هر کی دیر رسید گرسنه بمونه، نگاهت عوض میشه. دیگه عجله نمی کنی، دیگه از موفقیت بقیه نمی ترسی، دیگه خودت رو کوچیک نمی کنی. میفهمی ثروت یه جریان زنده است، نه یه منبع محدود. و اون وقت به جای جنگیدن برای سهم، شروع میکنی به ساختن مسیر خودت. شاید آزادی واقعی از پول از همینجا شروع میشه، جایی که ترس از تموم شدن جاشو به اعتماد میره. یه جایی از زندگی آدم میفهمه که پول فقط برای خرج کردن یا جمع کردن نیست. یه جور آینه است که نشون میده چقدر بالغ شدیم. اوایل پول هیجان زدمون میکنه، یا ولخرج میشیم یا میچسبیم بهش. انگار یا باید همه چیز رو خرج کنیم یا هیچ چی رو از دست ندیم. اما بلوغ مالی از جایی شروع میشه که افراط تموم میشه. وقتی بفهمی پول نه دشمنه، نه ناجی، نه قرار خوشبختت کنه، نه قرار نابودت کنه. آدم بالغ با پول دعوا نداره، باهاش گفتگو میکنه. میدونه هر خرجی فقط خروج پول نیست، یه انتخابه. و هر نگه داشتن فقط صرفه جویی نیست، یه مسئولیته. بلوغ مالی یعنی بدونی چرا پول در میاری، نه اینکه فقط چقدر. یعنی اینکه اگه درآمدت زیاد شد شخصیتت کوچیک نشه و اگه کم شد ارزشت فرو نریزه. آدم بالغ موفقیت مالی رو با فقر فروختن اشتباه نمیگیره و ساده زیستی رو با ناتوانی. میفهمه که پول بخشی از زندگیه، نه کل هویت. و شاید مهمترین نشونه بلوغ مالی این باشه، اینکه بتونی هم با پول زندگی کنی، هم بدون ترس از دست دادنش. نه عجله، نه اضطراب، نه خودنمایی. فقط آگاهی و آرامش. بیشتر تصمیم‌های مهم زندگی با سر و صدا گرفته نمیشن.
نه جشن دارن نه اعلام رسمی. آروم اتفاق میافتن توی انتخاب ها، توی مکس ها، توی نگفتن ها. و پول تقریبا همیشه پشت این تصمیم ها خاموش ایستاده، نه به عنوان یه فرمانده بلکه به عنوان یه سایه. مثلا وقتی شغل رو انتخاب میکنی که دوستش نداری، به خاطر این نیستش که نمیدونی، به خاطر اینه که اون شغل امنه. یا وقتی از یه رابطه بیرون نمیای، به خاطر این نیستش که تو اون رابطه حالت خوبه، به خاطر اینه که از فرداش میترسی. و پول اینجا حرف نمیزنه ولی حضور داره. ما معمولا فکر میکنیم تصمیم‌های بزرگ زندگی یهو گرفته میشن، ولی حقیقت اینه که زندگی با تصمیم‌های کوچیک ساخته میشه. تصمیم به موندن، به صبر کردن، به عقب انداختن رویا. و خیلی وقتها پول همون دلیلیه که باعث میشه این تصمیم‌ها معقول به نظر برسن. اما معقول بودن همیشه به معنای درست بودن نیست. پول میتونه آرامش بیاره، اما وقتی تنها معیار تصمیم گیری میشه، کم کم روح زندگی کمرنگ میشه. نه ناگهانی، نه دردناک، بلکه خیلی آهسته. یه روز میبینی زندگی که ساختی خیلی امنه، اما خیلی مال تو نیست. تصمیم‌های خاموش معمولاً جایی گرفته میشن که ترس و عقل دست به دست هم میدن. ترس از بی‌ثباتی، عقل حسابگر و یه صدای کوچیک درونت که میگه الان وقتش نیست. و این الان وقتش نیست گاهی سالها طول میکشه. اما این به این معنی نیستش که پول دشمن تصمیم‌های درست زندگیه. پول فقط ابزاره. مسئله اینه که کی پشت فرمونه. وقتی پول بهت امکان انتخاب میده، نه اجبار، اون وقت تصمیم‌ها زنده میشن. اون وقتی که میتونی بین امنیت و معنا آگاهانه انتخاب کنی، نه از روی ترس، نه از روی فشار. شاید بلوغ واقعی این باشه که بفهمیم پول باید پشتیبان تصمیم‌ها باشه، نه جایگزینشون. و شاید شجاعت واقعی اینه که گاهی یه تصمیم خاموش بگیری که صدای قلبت توش بلنده، حتی اگه عددها هنوز آماده نباشن. چون آخرش زندگی با تصمیم‌هایی که از ترس گرفته شده پر نمیشن. اما تصمیم‌هایی که آگاهانه‌اند، حتی اگه سخت باشن، معنا میسازن.